با درود به شما زبان آموزای عزیز در کانال کلا. به جلسه دوم آموزش مهمترین و پرکاربردترین لغات و افعال در زبان انگلیسی خوش اومدید. امروز قراره با هم 20 از پرکاربردترین لغات و افعال در زبان انگلیسی رو یاد بگیریم. پس لطفاً همراه ما باشید. دوستان عزیز، اولین لغت امروز میشه کوک. کوک به معنی درست کردن غذا، پختن یا آشپزی کردن و گذشتهش میشه کوکت و شکل سومش هم میشه کوکت. مثل My mother cooks dinner for us every night. My mother cooks dinner for us یعنی مادرم درست میکنه شام برای ما every night هر شب. اما فعل دوم drive to a place. drive to a place مثل work، سر کار، school، مدرسه یعنی با ماشین خودت به جای رفتن. مثل My father drives to work every morning. پدرم هر روز صبح با ماشین خودش میره سر کار. پس drive to a place با ماشین خودت به جای رفتنه. drive گذشتش میشه drove و شکل سومش هم میشه driven. drive، drove، driven. و اما فعل بعد take a nap. take a nap یعنی یه ذره خوابیدن، چرت زدن، کمی خوابیدن. take گذشتش میشه took، شکل سومش هم taken. take، took، taken. مثل I take a nap in the afternoon if I have enough time. I take a nap in the afternoon من غروبا کمی میخوابم، چرت میزنم if I have enough time اگه وقت کافی داشته باشم. if اگه I have enough time من وقت کافی داشته باشم. فعل بعد میشه feed a person or an animal. feed به معنی غذا دادن و یا سیر کردن کسی یا یه حیوانیه. پس feed میشه غذا دادن، سیر کردن، گذشتش میشه fed، شکل سومش هم میشه fed. مثل Sarah feeds her cat twice a day in the mornings and evenings. Sarah feeds her cat. سارا غذا میده به گربه‌ش twice a day، 2 بار در روز. in the mornings صبحها and evenings و عصرها. و اما فعل بعد میشه go grocery shopping. go grocery shopping یعنی رفتن برای خرید مایحتاج خونه. grocery بعضی موقع ها grocery هم ممکنه بشنوید. grocery یعنی خار و بار یا مایحتاجی که برای خونه بهش نیاز دارید. grocery shopping یعنی خرید مایحتاج خونه. go grocery shopping. پس با هم یاد گرفتیم go grocery shopping رو. go گذشتش میشه went، شکل سومش هم میشه gone. go went gone. مثل I go grocery shopping once a week. I go grocery shopping من میرم برای خرید مایحتاج خونه once a week، 1 بار در هفته. و اما فعل بعد میشه workout یعنی ورزش کردن، مساوی با فعل exercise workout گذشتش میشه worked out و شکل سومش هم میشه worked out. مثل I work out at the gym after work. I work out من ورزش میکنم at the gym توی باشگاه after work بعد از کار. و حالا فعل بعد میشه meditate.
meditate یعنی مراقبه کردن، تمدد اعصاب کردن. meditate گذشتش میشه meditated و شکل سومش هم میشه meditated. مثل I usually meditate for 10 minutes every morning. I usually من معمولاً meditate مراقبه میکنم for 10 minutes به مدت 10 دقیقه every morning هر روز صبح. و اما فعل بعد میشه water. water به معنی آبیاری کردن، گذشتش میشه watered و شکل سومش هم میشه watered. پس watered. مثل My sister waters the flowers in the yard every other day. My sister waters the flowers in the yard. خواهرم آبیاری میکنه گلهای توی حیاط رو every other day یک روز در میون. پس every other day یک روز در میون میشه. و اما فعل بعد میشه call someone یعنی تلفن زدن به کسی. call someone گذشتش میشه called و شکل سومش هم میشه called. پس call someone تلفن زدن به کسی. مثل I call my parents every weekend. I call my parents یعنی زنگ میزنم به پدر و مادرم every weekend همه آخرای هفته. weekend آخر هفته. و اما فعل بعد میشه do homework یعنی انجام دادن تکالیف. do گذشتش میشه did، شکل سومش هم میشه done. done. مثل I help my kids with their homework in the evenings. I help my kids من به بچه هم کمک میکنم در their homework تکالیفشون in the evenings توی غروب ها. و اما فعل بعد میشه organize یعنی نظم و ترتیب دادن، مرتب و منظم کردن، سازماندهی کردن. گذشتش میشه organized و شکل سومش هم میشه organized. مثل Susan wants her son to organize his desk before he starts studying. Susan wants her son سوزان از پسرش میخواد to organize his desk میزشو مرتب بکنه، میزشو منظم بکنه before he starts studying قبل از اینکه اون شروع میکنه به مطالعه کردن. و اما فعل بعد میشه plan یعنی برنامه ریزی کردن، یعنی طراحی کردن، یعنی طرحریزی کردن. گذشتش میشه planned، شکل سومش هم میشه planned. مثل I plan my schedule for the week on Sunday nights. I plan من طراحی میکنم، من طرحریزی میکنم، من برنامه ریزی میکنم my schedule برنامم رو for the week برای هفته on Sunday nights در یک شنبه شبها. و اما فعل بعد میشه ایمیل همون جورم که مشخصه یعنی ایمیل زدن. گذشتش میشه emailed و شکل سومش هم میشه emailed. مثل I always email my colleagues about the project updates. I always email my colleagues من همیشه ایمیل میزنم به همکارام colleague همکار colleagues همکارا about the project updates درباره بروز رسانی های پروژه. updates بروز رسانی ها و project هم یعنی پروژه. و اما فعل بعد میشه listen to something مثل music.
میشه گوش دادن به. listen to، گوش دادن به. گذشتش میشه listened و شکل سومش هم میشه listened. مثل My son listens to music while commuting. My son listens to music. پسرم به موسیقی گوش میده while commuting. while یعنی در حین، هنگام. commuting رفت و آمد کردن بین محل کارش و محل زندگیش. و اما فعل بعد میشه work on something. work on something یعنی کار کردن روی چیزی. work هم گذشتش میشه worked و شکل سومش هم میشه worked. مثل My colleague always works on his side project after dinner. My colleague یعنی همکارم always works on همیشه کار میکنه روی his side project پروژه جانبیش after dinner بعد از شام. side project یعنی پروژه جانبی، پروژه‌ای به غیر از پروژه اصلی. و اما فعل بعد میشه surf. surf the internet یعنی گشتن توی اینترنت، یعنی جستجو کردن توی اینترنت، یعنی وبگردی کردن. surf the internet. surf گذشتش میشه surfed، شکل سومش هم میشه surfed. مثل I surf the internet for new news in the mornings. I surf the internet یعنی من توی وبسایت های مختلف میگردم for new news برای اخبار جدید in the mornings یعنی صبحها. و اما فعل بعد میشه take out the garbage. take out the garbage یعنی بردن آشغال یا زباله به بیرون. take out the garbage. take گذشتش میشه took، شکل سومش هم میشه taken. مثل I always take out the garbage at 9 p.m. من هر شب ساعت 9 شب آشغالا رو میبرم بیرون. always همیشه. take out the garbage میبرم زباله یا آشغال رو به بیرون at 9 p.m. یعنی 9 شب. و اما فعل بعد میشه fold. fold something like clothes مثل تا کردن، تا زدن چیزی like شبیه clothes لباس ها. پس fold میشه تا کردن یا تا زدن. گذشتش میشه folded و شکل سومش هم میشه folded. مثل I fold the clothes after my mother does the laundry. I fold the clothes من لباس ها رو تا میکنم after بعد از این که my mother does the laundry یعنی مادرم لباس چرکا رو میشوره. و اما فعل بعد میشه dust. dust یعنی گردگیری کردن و گذشتش میشه dusted و شکل سومش هم میشه dusted. پس dust dusted dusted. مثل Why don't you dust the furniture every weekend? Why don't you dust تو چرا گردگیری نمی کنی the furniture. furniture یعنی اسباب وسایل خونه. furniture لوازم خونه رو every weekend هر آخر هفته. پس dust میشه گردگیری کردن یا خاک چیزی رو گرفتن. و اما فعل بعد میشه vacuum. vacuum vacuum با جارو برقی تمیز کردنه یا با جارو برقی جایی رو جارو زدنه. گذشتش میشه vacuumed و شکل سومش هم میشه vacuumed. مثل My sister often vacuums the living room every Saturday. My sister often خواهرم اغلب
vacuums the living room. با جارو برقی اتاق پذیرایی رو جارو میکنه every Saturday هر شنبه یا شنبه ها. و دوستای عزیزم آخرین فعل امروز میشه iron. iron یعنی اتو کردن، اتو کردن چیزی، اتو کشیدن چیزی، مثل clothes لباس. گذشتش میشه ironed و شکل سومش هم میشه ironed. مثل My brother irons his clothes before wearing them. My brother irons his clothes. برادرم لباسهاشو اتو میکنه before wearing them. قبل از پوشیدن اونها. wear به معنی پوشیدنه. پس iron یعنی اتو کردن. دوستان عزیزم امیدوارم که از درس امروز لذت برده باشید. از شما میخوام هر کدوم از این لغات رو بارها و بارها تکرار و تمرین کنید. خودتون برای اونها مثالهای جدیدی بزنید تا به طور کامل اونها رو یاد بگیرید و بتونید از اونها استفاده بکنید. تا درس بعد، خدا نگهدار.